بچه بجو منو درش سامالیات میپره بخای میگی بجو برو هم خفو چای برو تست کن اکا بجو مخی هم شما رو نگاه داری مخی تست کن روزیگه اکم روزیگه باکم هم سحر آمده همینجا ایستادگیم و بجو مسعودیگه ای سحر اومدگی دین اومدگی تست کن روزیگه ترسیده هستم که سوار بشم نشم هم تو ای چی میترسی؟ من هم سامالیات میترسم اکا جان نه خودم ای سامالیات بترسم امید روی میشینی ریمنت مخم میکنی با اجماع قندی شیرینک داریم قند میتیم ارسیکول میتیم آب میتیم راحت کرده میپره میریم رحمت داخی برای قند ارسیکول تو میگم یکی در همین هوا آور یک نه اکا جان همین سامالیات نخو هوای نخو سامالیات در هوا آور کنه سامالیات در هوا آور نمیکنه او در پایان ماشینایی که آور میکنه این سامالیات آور نمیکنه در همین هوا خیلی آور نمیکنه گرنگ در بالا آوارد نمیشه در پایان آوارد میشه چی در پایان آوری میشه ما این همین مثال ماشین آوارد میکنه چی خیلی آوری میکنه این همین دین یا همسایه ما ماشین ختی رفته بود همین یا سامالیات ما در همین بالاش داد صاحب خانه او صاحب خانه صاحب خانه Bien, ¿quién? Bien acá. سلام علیکم Aleyküm salam. نازن سوزن Meşe rahmat. یگون کس کلانتر خانه ده هست Ho, otam xonada. فرق کنیشه Mal shozir. کیه بگو بیو یا بی جورا سلام علیکم و علیکم با سلام و علیکم نازت آقای سوزن رحمت بی خونه بدونی نشناختم نکی اکا رحمت روسیگه من همین یک ماشین همین کوچه شما خدمت گذارم دیدم همین حوالی تانا دیدم بسیار گفتم وضعیتش بیزه گفتم بدرم ای احوالتون یک خبردار شم هزار رحمت جورا هزار رحمتی کلان هزار رحمتی کلان ما همی شکرانه میکنیم که شما همی ایده دادی ما میدرین ای احوالی ما خبردار میشین هزار رحمتی کلان هزار رحمتی سلامت باشین بی بدونی خونه بدونی گفتم که تقوا جان یک کاری خیره اگر روزی باشین همین خونه رو ما یک چپه کنیم پول چپه کنیم خوب بعد همینجا یک خونه حضور زمان شما دا ساخته توفه کنیم هزار رحمتی کلان هزار رحمت پروردگار خدا جان همین خیلی صفی جوان‌ها را زیاد کنه که همین خیلی میدرین احوالی ما خبردار میشن دستگیری میکنن هزار رحمت جورا هزار رحمت هزار سلامت باشه شما تیارتون ببینید ما پگاه استاد رایی میکنم میان چینی چوخ میکنن نصیب باشه خانه رو سر میکنن ساختنشان در نام صدقه با شما چند استاد رایی میکنین 4 استاد رایی میکنیم 4 استاد رایی نکنیم همین 3 تا رایی کنیم بس اینا من خودم بیکارم قطعشون کار میکنم تقوا جان شما تشریف نکشین یک چای کبوتی تقدم کنین در بالای سر استاد چای نوشیده نظارت کردن گیرید ما همو پولی استاد رو عدل نمیتونم با نصیب باشه اویلی کشیما را هر ماه 800 سومونی میتونم هزار رحمتی کلان خدا برکت افته میندارم باور که میندارم هزار رحمتی کلان بیا خونه بداریم اخی شید نه میرم رحمت آقا جان شما تایلتون ببینید ما هم پگه هم استاد رو رایی میکنم مسئله شما رو میبینم خوب نظمونه هزار رحمتی کلان رای جان لبای میگم یه چی دیگر پرسم لبای میگم جوره همین معاش استاد کمک کار ندارم همین معاشی ما کم نیست اکای کامل بعد همون دورو ریختن چی بهتر شدی آخی؟ خیلی میشه چند خبر که کسل بودی؟ روزی گپ همش همین زنگ میدونه یعنی چند خشید کسل Rostga bakajon 1 soли ровна касал да ҷога хоб будак 2 моҳуш кома буд талхамона кафона гап мезад охирам хеле касали вазбин шуд ки талхамон кафид во янга 1 сол буд касал буд дар болои саршон будем 1 сол дар болои сар нами 15 рӯз шуд ки нав хона овардем шакаҷон падару модарти раҳмат бовар мекунед намекунед
یه هفته گریپ شده بودم خر کرد برو مرا. که دیگه در ینگنا پس نزد چی نمیکنه. اکای کامل جون خیلی پناه کرد با خداوند شفای کاملت بتاو ما مایده که میخزیم. میرین. با نصیب باشه خبر میگیریم پگه میاییم. او پگه ما مییم. خیلی پناه با خدا. اینجا شما بشینه نخیر. اگه بشینه شما خیلی نخزید ما. مایلش خوب ینگ. پناهتون با خدا. مایل. زنک همسایه برفتن. ها مردک رفتن او همسایه ها کسلی خبرگیری رای اومدن او قرتکنی میوین او مایم که در بریت مستم. زنک جان همین روز یکی من بهش گوش بودم مرا با نیسه بردن تو درباری ما بودی؟ ها انا مو وقتم در برد ما بدم با کی بود اگنه؟ همین 2 ماهی که من در کما بودم تو در پیش ما بودی؟ انا مو دموی که در کما بودی در بالای سرد ما بدم فقط. روز یکی مرا ای با نیسه جواب دادن تو بودی در بالای سری ما؟ ها ما بدم با کی بود اگنه نه اپد بود نه خواهر بود نه اگم اهل اولادت. زیغ نشه مردک تا آخری عمر تا کتیتم در برد مستم. اولی بگو اگنه من خیلی دیگه عذاب میکشم زنک. اینم خیلی شنوخه. توبه. ای اکا سلام علیکم. و علیکم سلام. و همین ما یه ساعتی شما رو نگاه داریم. همین یک کار شما ده حیران شده. کدام کار مونده؟ و این همین یه تات چخرگیر میکنن باید دیگه خاک ابرند میپشانن ای بلاش او میرزن. چی کار کردن شما؟ ما همینجا دا کار میکنیم 3 نفریم اساسی. انا جورا یه رئیس داریم بالای سر مونده. همین رئیس موندین ما را فرمان داد که همینجا دا درخت بشنونین. یا تا گفت چقری بکنین. انا یا تا دیگه تون درخت بخپین یا تا دیگه خاک بگردم او بریز. ما را درخشنون ما نیومده. ما همین کاری خمون میکنیم میره.